خوش آمدید عزیزان. شما را اینجا غیر غذای لذیذ، شیره و شربت و خورش های گوناگون همچنین عزت و احترام انتظار است. ما همیشه خدمتگزار شماییم. برک با یک جهان سپاس. با یک جهان اخلاص و محبت درود میگم بر شما مخلصان برنامه ناگفته ها. آرزو ایسایف هستم. برنامه نواتی را پیشکش شما میگردانم. مهمان ما یک سراینده بسیار خوش آواز، یک سراینده هست که ترانه های رومانتیکی فقط میخواند و اگر گوش کنید کیف میکنید. اما در ابتدای برنامه چی میگویم؟ چند پیش برنامه رو نشر کردیم با اشتراک بختیار گیتار نواز و چون این برنامه نشر شد من تیکه این برنامه رو در اینستاگرام خودم پیشکش هواداران کردم. در زیر همین تیکه نوار این سراینده، یعنی سراینده که امروز مهمان ما است، یک شرحی عجیب و غریب نوشت که من خواندم به حیرت افتادم. آنجا مهمان امروزی برنامه ما نوشت که این برنامه سراپا دروغ و درویه بازی است، یعنی به اصطلاح روسی اگر بگوییم این برنامه سراپا لیتسمریا است. و من امروز خواستم صحبت را با مهمان برنامه از همین شروع کنم که چی درویه بازی و چی نیرنگ را در برنامه دیده است که چنین شرح را در زیر نوار اینستاگرام من نوشته است. بهروز میرزایف سراینده جوان مهمان ما، سلام. تشکر. سلام علیکم اکاجان. چی شما رو وادار ساخت که تهیه‌گران برنامه رو به درویه بازی متهم بکنید؟ نه، من اونجا نوشتم که از این میبراید که داشت، از این میبراید که این برنامه سر تا پا لیتسمری دارد. برنامه که نشر شد با من یک دوستی خیلی نزدیکم کی ارسال نمود. خیلی وای مشهور نیست، یک دوستی. چرا؟ خیر اسمش رو بگویید، مشهور هم نباشد. خیلی مخفی ماند به فکرم بهتر چرا؟ است. میترسید؟ نه نمیترسم. پس بگویید، چون که ما اینجا آمدیم که آشکار حرف بزنیم. من این مسئله رو با چالیش کشیدم، میخوام که همه چی روشن باشد. یک دوستم با نام امیدجان زنگ میزند، میگوید اکاجان همون بختیار هنگامی که نو الکی کار شروع کرده بود شما دستگیری کرده بودید تا حتی همون بازوکایی که هدیه از اکی الهام شد چرس شما اومده بود. همون ما نفهمیدیم که چرا، مگر بین شما و بختیار جان یگام مناقشه یگام چیز شده است که من در حیرت موندم. بعدا برنامه رو پرچه پرچه با من ارسال نمود که نبینید اینجا خیلی اینجا خیلی. من از اول تا آخر میبینم هیچ کجایی نام شما رو اونجا نیست، از بس که هر چیزی من کردم خیلی این از برای خدا و به بختیار زنگ زدم. بختیار جان هم خیلی مسئله چی شد، گفتم اینجا یگام اونجا اسم من نیست. بعد بختیار گفت اکاجان راستی گپ پیش از شروع شدن برنامه اکای ارزوما به من گفتن که این برنامه محض برنامه تو است، بهتر است و خوبتر است که نام زیاد نفران رو نگیریم و پورا در موضوع تو باشد برنامه. تهیه‌گر برنامه یعنی صاحب برنامه من با بختیار گویا گفته باشم که نام هیچ کس رو در برنامه نگیر. این برنامه محض برنامه تو است، بهتر است که شما میدونید که این دروغ است. من حالا در پیش تمام مردم میگم که این حرف دروغ است و ما میتوانیم حالا با بختیار زنگ بزنیم و بپرسیم. اما قبل از زنگ زدن من از شما میخواهم یک چیز دیگر رو بپرسم. چرا شما با بختیار زنگ زدید و با من نه؟ و در زیر اینستاگرام من کو شرح نوشته توانستید، اما چرا با من زنگ نزدید یک بار بپرسید که آیا همین خیلی هست یا نه؟ نه من کمیتر نوشتم که شما شرح رو برای تمام مردم نوشتید، یعنی شما فکر خود رو جنبش کرده خلاصه کرده به قرار آمدید که برنامه سراپا از لیتسمریا یعنی از دروغ عبارت است، اما با من شما قبلا زنگ نزدید. چرا پیشکی در زیر اینستاگرام بختیار ننوشتید و در زیر برنامه من نوشتید؟ چرا شما با بختیار زنگ زدید و با من زنگ نزدید؟ اکنون بختیار کتی که من همکاری دارم شب و روز برایمون. بله درست است، اما در اینستاگرام من با خودتون اجازه دادید که بنویسید. من با شما اونجا من نمیوک بچی کردم که با شما فهمونم که اکای ارزو شما حتی زنگ برای چی نزدید؟ شما حتی نمیدونستید که همین بختیار جان از کجا از کدام وایها مشهور گشت. من بختیار رو از زمانی میشناسم که شاید شما هنوز
شناس نبودید. من بختیار رو، پدر و مادرش رو از کودکی ما در یک شهر کلان شدیم. من اولاد اجداد او رو میشناسم و بختیار که با همه کار میکند. من بختیار رو نگفتم که نام یگان کس رو در برنامه نگیر. حالا زنگ میزنیم و میپرسیم اگر گوشی رو بردارد. لیکن سوال این است، شما با بختیار زنگ زدید، میتوانستید با من هم زنگ بزنید یا میتوانستید با مسنجر من بنویسید که آیا همین گونه هست یا نه، قبل از اون که در پیش مردم شما تهیه‌گران برنامه رو به چیزی متهم بکنید. ما هیچ متهم نکردم. نه شما گفتید که لیتسیمری، یعنی دروغ هستیم. بله در اونجا لیتسیمری بود. بختیار وقتی نامی مرا لیتسیمری از طرف کی؟ من نه بختیار، من اینجا نمیوک با بختیار. اما شما اسم بختیار رو نگرفتید. سر تا پا در همین برنامه‌ای که بختیار با شما اشتراک کرد این لیتسیمری است، از این میبروید. چرا در صحیفه بختیار رو نوشتید این حرفا رو؟ من در صحیفه بختیار چون که ندیدم این ویدیو، اهمیت ندادم که از شما بختیار رو نگفتید، شما گفتید که برنامه سر و پا دروغ است. آخه همون برنامه وقتی که میدونید، وقتی که مثلا شما دروغ میگویید، بهروز ببینید شما میید با برنامه، وظیفه من سوال دادن است. بله. وقتی که شما به سوال من دروغ جواب میدهید، این مسئولیت شما است تلقای. این به ایمان و وجدان شما وابسته است. هیچ به من دخل ندارد این چیز. اسم کسی رو بگیرد یا نگیرد، این حرف اصلا وجود نداشت. این دروغ محض است. همین آدمان خبرچین و خبرکش یک رنگ و یک رو دارن همشون و زیر آن یک رنگ و یک رو باز چند رنگ و روی دیگر پنهان است. بله. وقتی که یک انسان به شما میآید، یک نفر دیگر رو بد میکند یا اینکه پیش من میآید، مثلا میگوید که بهروز نسبت تو ناسزا گفت، حرفهای بد زد و من در حال در زیر اینستاگرام شما باید ناسنجیده و نادیده باید چیزی بنویسم، بگویم که بهروز درویه باز است، با اصطلاح روسی لیتسیمری دارد. درویه باز است نبود که اونجا بود که از این میبروید که این برنامه‌ای که من نه برنامه یعنی میدونید من برنامه‌ای که با بختیار بود. ترانه ها رو شما مثل فرزندتون دوست می‌دارید. از روی مناسبتتون به ترانه ها که چقدر حساس هستید، حتی فروختن نمیخواهید. برنامه من هم همینطوری است. وقتی که شما نسبت برنامه اندیشه خود رو بیان میکنید، این برابر آن است که شما نسبت من فکر خود رو بیان میکنید. نه. یعنی من برنامه رو من تهیه میکنم. برنامه خود به خود تهیه نمیشود. بهروز از آسمان نمیافتد به زمین. برنامه رو آدم تهیه میکند و نام این آدم ارزو است. ایسویف. من تهیه میکنم و جواب میدهم به هر یک کنج و کنار و نقطه و سوال این برنامه. ولی ببینید مثلا یک بدگو، یک خبرکش آمد به پیش من گفت که بهروز انسان بد است. من باید در زیر اینستاگرام شما بنویسم چیزی معین نکرده. من قبل از این به شما زنگ میزنم، میگم که بهروز جان الله سلام علیکم. من میدونم که اینجا چی گپه. ما بختیار را از اول میگیریم در بری خودم رکلام میکنم، میبرم ایراس بیا برنامه نگفته بیا بختیار نامی ما واپشه نمیگیره. اونجا هیچ کم نیست که با بهروز همکاری کرده بودی. این همکاری های تو چرا روی این برنامه اگر شما برنامه رو به فکرم که پورا تماشا نکردید؟ نه. برای همین پیش از اون که خلاصه بردارید بهروز، اول شما باید برنامه رو تماشا میکردید که اونجا من 2 بار سوال دادم که از تاجیکستان با کی همکاری کردید. اما درباره هنرمندای خودمون حرف نزدید. انا روسی وقتی ما در هنرمندای خودمون مثلا ما که گوشم بسیار چیزا رو اخذ کردم. وقتی دستگیرش می‌نواختم در گوشم نمایش می‌زدم. خیر بختیار، اکنون در خصوصی سراینده ها با کی همکاری کردید؟ این سوال ما با کدام کمپوزیتورها همکاری دارید؟ این سوال. بله. انا این ما پرسیدم چرا نامی مرا تو عموما بعد گناه من اینجا چی است؟ من چی گناه دارم اینجا؟ گناه من رو شما بگویید، من میگم که درست. شما اینجا هیچ، شما اینجا تهیه‌گری برنامه اینجا ببینید باز هم برمیگردم به همون. اگر کسی به من بگوید که بهروز بد گفته است، من اول به شما زنگ میزنم. بله. اول به شما زنگ میزنم در حضور همون انسانی خبرکش. من چندی خبرکش رو همیخل کردم. مثلا یک نفر میاد پیش من خبر میکشد، میگم که استاپ یک لحظه در جوش زنگ میزنم، میگم که در کنار من همین گونه انسان نشسته است و میگوید که بهروز نسبت تو گپی ناسزا زد. این خالی سیتواسیا بوری اول بگیم سریوز در حیات ما شد. برای همون پس تجربه گرفتید. تجربه گرفتم برای خود که از اینجا اوسه همون جوش داد شینم حال کنیم. زنگ میزنیم با بختیار، برداشت نبرداشت، درباره کارهای ایجادی الکی گپ میزنیم، این موضوع رو محکم میکنیم. بهترین میشه. سلام علیکم خجم. سلام بختیار جان. بختیار جان، شما با بهروز گفتید که من نموندم که شما نام یگان کس در برنامه گیرید، درست است؟ نه من گفتم که اکه بهروز مثلی نبود برنامه. گفتم تو سوال میگم من گفتم که
ممکن نبود که نام هر کس رو بگیریم که مثلا جواب. چرا کی گفت که ممکن نیست نام هر کس رو بگیریم؟ نه با خدا کجا خیلی گپ نبود نه. حالا ما در برنامه با بهروز نشستیم و بختیار جان ما به شما زنگ زدیم خواستیم همین رو بپرسیم که آیا من گفتم که ممکن نیست اسم کسی رو گرفتم؟ نه اکا درست ما خون گپ زدیم. مرحمت گفتگو کنید با بهروز گفتگو کنید. بختیار جان چخه؟ سلامتی و نقص خواب بودی؟ زنده باشید و در جانی خزان زد اکا که ما همین چیزا خواستیم انیخ کنیم که چرا نامی ما عموما در برنامه‌ای که تو اشتراک کردی نبود. ما با اکای ارزو گفتم که اکا جان بختیار چون گفت که باید در برنامه نامی یگان کسا نمیگی این محض برنامه تو است و باید که نامی دیگرها رو نامی من گفتم که نام یگان کس رو در برنامه بگیرید یا نه؟ این گپ های اکای ارزو نبوده که گپ در برنامه شد. تمام این فکری انیقی خطای خیلی. بله تمام بختیار جان خیلی ما ولی با زنگ میزنم چخ میکنیم. خوب دادر جان خوب. بختیار جان سپاسی زیاد تشکر. فقط یک سوال بختیار جان من میخوام روشنی بیاندازم. همین پرابلم که شد من روزنامه نگار میخوام تا عمق مسئله تا ریشه مسئله گفته روم. من آیا گفتم که نامی بهروز یا یگان کسی دیگر رو در برنامه بگیر یا نگیر؟ گفتم؟ نه خیلی نفهمم. تمام بختیار جان سلامت باشید بختیار. سپاسی زیاد باز در علاقه میشیم بعد از برنامه زنگ میزنم. بله. هر آن چیزی که از میان خودتان است. من اینجا بله برای آنکه همین تماشابین عزیز من برادرهای عزیز من از شما نرنجند یک روز بختیار رو گرفته میایید برایشون سرود میخونید. من برنامه‌های آینده با بختیار جان همراه میشینیم با یگان ترانه نو میکنیم یگان طبیعت میرویم. بله زور میشه در گوشه زیبای طبیعت در لب یگان رودخانه بله میشینیم با گیتار. بله من بختیار جان شما مینشینیم ترانه خوانی میکنیم و فکر میکنم که کاری خوب میشود. بخدا زور میشود. بله بیاید یک آواز بخونید فضا کم عوض شود بعد صحبت رو ادامه میدیم. بیاید همون ترانه‌ای که شما نوشتید من همون را آهنگ بستم همون را از حسابی که آهنگی به حد به خودم معقول که بود باز ترانه رو اپای شاعره بانوی رحیم جان دادم اپای شاعره نوشتم هم متن اپای شاعره خوندم هم متن شما. من روز گپ نه اینش رو شنیدم نه اونش رو اصلا نمیدونم. بخونید. ما دو تا ماهی دریایی بودیم عاشقی قصه زیبایی بودیم خشمی طوفانی پریشانی مرا از بری تو کرده جدا قصه عشقی من از دل نبری تو در اقیانوسی چشمم به خدا از همه بالا نظری. 3 سال قبل پیش این ترانه رو ثبت کرده بودم و بعضی کلماتش فراموش گشته است. اینقدر وسعت دارد آواز شما. تشکر. و بهروز از سلاله عزیزها هست. گروه انیس گروه آوازدار انیس در بینشون یک همین مادری من هستند برای همین ما میرزایف شدیم با فامیلای پدر. بله یعنی از دخترها خوردی مادری شما در این عائله؟ یک دخترم. یک دختر در بین چند در بین 8 نفر. میخواهم در خصوص این ترانه حرف بزنیم. باز شاعربانو هم نوشتن؟ بله بیایید از شاعربانو هم بخوانید چون ببیند شاید برنجد. قصه عشقی مرا میدانی حرفی محزونی مرا میخوانی. فراموش گشته از سخی 3 سال شد ما تماما نه برنامه ثبت کردیم نه ترانه سراییدم از همین خاطر بسیار چیزها فراموش پس نشرش بکنید. نشرش بکنید. به قصه اولاد اجداد شما برمیگردیم. سلالای عزیز همه سراینده پدرها سراینده پسرها سراینده نبیره ها سراینده یعنی این یک به طور ارثی ژنتیکی از نسل به نسل میگذرد. اسرار در چیست؟ چرا در عائله شما این گونه است؟ چون که در برخی از عائله ها که پدرها مثلا آواز خوانند در پسرها این هنر دیده نمی شود اما در عائله شما قریب که همه آواز خوانند.
بله در اویلای ما به نقل تقاهویم که بابایم هم استان نام داشتن، همین نامی استانی عزیز و شاید تقاهوی من از نامی بابام استان. با دوتار یا با روباب هم ترانه می سرایدیم از وی خود. بعد از همین که تقاهوی هم دیل می بندند استا به صنعت، بعد شروع می گردد از داستانی عزیز سال 1983. اساس گذاری همین گروه یعنی داستانی عزیز هستند و بعدا همراه می شوند ویسیدین عزیز در این گروه، ابوبکر عزیز، ذوالفقار عزیز. این نسلی یکم یعنی بود. اکای استان عزیزوف، اکای شهرام، اکای شمسیدین و اکای شهمان همراه شدن. این علاقه نسلی دوم شد. بعد در نسلی سوم همراه شد مصلح‌الدین میرزایف برادری من. یک زمان ها ترانه مادر، دخترم گوهرم جان مادرم از اشعاری پیمرین سوسرایده بود. بعد مصلح‌الدین و چهارم نسل بعد من همراه شدم. در اول کمپوزیتوری میکردم، من آهنگ میبستم و مصلح‌الدین همین آهنگ مادر سرایده از آهنگ های ما بود و یک چند آهنگ های دیگرم. با کی ها پیشکش کردید؟ با مصلح‌الدین، با همین گروه خودمون ترانه ها وعده کرده بودم. با خدا رحمتی اکای بهرام غفوری که ترانه رو سراییدن هم خیلی مون، با استانی عزیز برادرم یک چند ترانه که سراییدن، نگاهی بیقرار و اسیری درد عشقم اونجا بود. بعد با شهرام ابوبکر برادر من، همین عشق است، همین عشق است که میسوزد سر و پای وجودی یک پرچش رو بخونه. سر و پای وجودی من، تمامی تار و پودی من، نه دلم در کنار آید، نه صبر و اختیار آید، نمی آی عزیزی من که با تو نوبهار آید. همین ترانه بود. ترانه ها باز بعد از همه دیوانگی، بعد از همه آشفتگی، توی کنارم یاری من، توی کنار زندگی، بیا بهار زندگی. این ترانه بود. ترانه ها هدیه کردم باز اکای فیضعلی فاضل سراینده، یک ترانه یک زمانی با اون کس هدیه کرده بودم. مخلصی بگیم اشدی من یکم پدرم بود که هر چیزی ثبت میکردم، راست می اومدم به خانه پدر مادر گوش میکردن. با مخلصی از هم وای من پدرم بود. بسیار با یک مردی خزینده دل بودم، با پیش رفیقا بچه من گفتم خب کیف میکردم با افتخار بچه من شوخی میکردن. یکم دیست و فلان جوره ماده فلان و بیسمان هم وای که من هدیه کنم زپیس که بچم هر بار در ماشینش دو تا سه تا دیسک زپاس داشت که هدیه کنم با کسی. و بعد از همین وفات پدر من دیگه همین کیفیت یک که ثبت میکنم، میبینم خانه مادرم میبینم زیق در قصه گوش کردن ترانه نیست و پدرم که نیست دیگر، کیفیت همین استا مرد. و بعد راستی گپ خیلی علاقه دل موند از همین چیز، دل شکسته شدم. بعد طول 2.5-3 سال بود راستی عموما نزدیکی نکردم، لیکن همون درد و همون دیپرسیایی که در عین پیش از آغاز کردن همین سرایندگیم بود همه شروع گرفت روزت زیقی یک باره زیادتر شد و از خواب یک واهمه، یک ترس، یک سیاهی دل. یک کار نکردم من استا هم خیلی با دل با صنعتم گرم شده. باز این برنامه یکم است که من اینترویو با استاد آرزوی قربان میشم. بسیار خوش آمدید. من در ابتدای برنامه شما رو تیز و تند استقبال گرفتم، اما این سبب داشت. بله سبب. ولی بر استثنای اون همه حرفایی که در ابتدا زدیم، شما این رو باید بدانید که من هم برابر پدر عزیز و ارجمندتون یکی از مخلصان شما هستم. ولی من در چندی از نوشته های شما دیدم که می گفتید که این جرم است، این خطا است، این گناه است ترانه خواندن و با هنر داده شدن. این در نظر من، این در چشم من این گناه، حتی در یگام جای
قرآن آمده است که ترانه خواندن. اما در نوشته های شما بود که عاقبت ندارد این هنر و آوازخوانی و این چیزها عاقبت خوب ندارد. اگر که خودداری نکنی در اصل عاقبت خوب ندارد. اگر از شبگردی و از کیف و صفای دنیوی اگر دست نکشی، اگر خاص صنعت خود استفاده نبری و در همراه با صنعت کیفی هر خیلی نمودی کیف ها و شبگردی و عروس بازی و همین چیزها باشد، صنعت بیاید اکنون تحلیل میکنیم. کیف و صفا، عرق نوشی، بانگ زنی، نوس کشی، سیگار کشی، اینها با هنر هیچ رابطه ندارند. انسانی که هنر رو صدقاً دوست می‌دارد میتواند عرق ننوشد، میتواند می ننوشد، میتواند سیگار نکشد، بانگ نزند، میتواند چرس نکشد، میتواند نوس نکشد، میتواند پاکیزه به دنیای هنر وارد شود. همین بهتر است در هنر و در صنعت. پس جرم هنر چیست بهروز جان عزیز من؟ چه خیلی جرم هنر؟ هنر گناهکار نیست اینجا. خود انسان ما چرا یگام جا نبود که من نوشته باشم هنر گناهکاری است. نه، من در یک نوشته های شما دیدم که آوازخوانی 100 سنه بودین در چه شما دیدین؟ ما نه 100 کردیم با یک دیگر. من دیدم در چند جا باز دیگران میگیرند نوشته های شما رو کپی کرده در پیج های خودشون میگذارند. پخش شده بود، نوشته بودید که و برخی ها حتی نوشته بودند که ببینید بهروز چی میگوید. گفته بودید که بس دیگر در میدان هنرنمایی نمیکنم. این حرفا بود. بله. پس چرا حاضر میگوید که نه نبود؟ بله این مسئله بود. من گفته بودم که من دیگر هنرمندی نمیکنم چون از سبب اصلیش همین بود که از بین رفتن پدر. اگر که از صمیم قلب هنرمندی کردن نباشد و خاص محض برای پول کار کنی بگم یا محض برای مقصد همین مرا بشناسن، این گونه آدم مشهور نمیگردد. از شاهکاری های شما با شاعر بانو اگر چیزی بی‌سرایه یک لحظه بیننده ها هم راحت میکنند. بله این شاهکاری های اپای شاعر بانو شاعر رحیم جان، اولین ترانه‌ای که همکاری بین من و اپم بودن این ترانه انتظارم نباش است. من فراموش کردم زود نامی تو، اندر آغوش دیگر آسوده‌ام، بودنم با تو حرام بود، لحظه های انتقام بود، با تو بودن کاری خام بود، رفتم از تو بهترین است حالی من، از چی میپرسی دیگر احوالی من، بودنم با تو حرام بود، با تو بودن کاری خام بود، با تو بودن کاری خام بود، به تو خوبم از تو رستم، شیشه یادت شکستم، به خیالی تو نشستم من، در بروی تو ببستم، شیشه یادت شکستم، به خیالی تو نشستم من. این ترانه بود که سال 2015 ما همکاری اولین ما بود. بهترین همکاری. همین گونه همکاری های ما تا حالا ادامه دارد. اولین باری که ازدواج کردید موجب این ازدواج یعنی سببگار این ازدواج نیست شاعر بانو بود نه؟ نه این نفر یکی از نزدیکان اپای شاعره بود که من یک پسر دارم الیاس جان و ما با سبب خیلی ستاره ها موافق نگیریم، در بین بسیار شور و غوغا شد و ما از هم جدا گشتیم و هم به زندگی خود شدیم، من به زندگی خود. حتی من برای پسرم ترانه هم ایجاد کردم و همین رو من پرسیدنی بودم نوشتن. شما اندیشه های من رو میخونید بله ما هم روزگاری من و تو یوسف و یعقوب وار ای عزیز، تو خودت باوری من باش، ای بال و پرم شه پسرم در بری من باش، تو داوری من باش، تو یاوری من باش.
بعد بود الیاسی مرا خدا نگهبان. آهنگش هست؟ بله. بخون. الیاسی مرا خدا نگهدار، در پای دلش نمان خلد خار. همون گونه‌ای که در فیلم های تصویری هست، دل که دو پوچچه دارد و دو دست و هست در بعضی همین رو در داشتیم که حتی در اون پوچه دلش که پوچه که دارد در پای دلت. بله، در پای دلش نمان خلد خار. این پاره جسم و جانی مرا از چشمی بدی کسان پناه دار. این پاره جسم و جانی مرا از چشمی بدی کسان پناه دار. چند پیش از خواب خستم راست به برنامه هنوز صدا خوب است. بله صدا خوب است. هیجان هم هست چون که طول 2.5 سال من در اکران ها نبودم. بله. دگم اینترویو نداشتم. خواستم که تمام تاجیکستانیان و بیرون از تاجیکستانیان، حتی در امریکا و در اروپا و در روسیه و در تمام گوشه و کنار دنیا از این برنامه آگاهند. برای این با فکرم کمتر به شما خوش نآمدن ایشتنی و کلیتی عذر اکاجان، عذر برای ندارد. بهروز جان هیچ گپ ندارد. مهم که ما مسئله رو حل کردیم و همچون دو انسانی سالم با هم حرف زدیم، به یگان سخنی زیادتی، به یگان گفتار قبیح. من با هنرمندان وقتی که سوال رو درباره ازدواج و مناسبت ها سر میکنم، یکی آب می نوشد، یکی این طرف نگاه میکند، یکی این طرف نگاه. همین سر همین مسئله ها بسیار دشوار است حرف زدن، چون پرابلم کلانی ما همین ازدواج کنیه. با هنرمند، با صنعتکار یا همسر یا شوهر به حد مشکل است. به سراینده با حافظه شوهر داشتن و با حافظ با سراینده زن داشتن. بله. بعد ازدواج کردم. از ازدواج دویمم پسرم باز ادریسیان به دنیا اومد. حالا باشد صاحب 6 فرزندم. 6 فرزند؟ بله 6 فرزند، 3 بچه و 3 دختر. 3 پسر و 3 دختر. بله. از همش 2 پسرم با من نیستن، با مادرانشون هستن. همین گونه فکر داشتم که از حسابی که حرامگردی نکنم، زنا نشود. از همین سبب ازدواج کردم. خطاگی کردن خوب است، ولی خطا رو تکرار کردن این الکی ابلهی است. ابلهی است، کاری خطا است. خطاگی آدم اما بهروز ببینید همه خطا میکنند. بله بله. کسی از خودش فرشته میتراشد، دروغ است. دروغ است. چون سری ازدواج کردن حرف زدیم، همون نفری که من ازدواج کردم و مرا که ترک کرده بود در هنگامی که راستی چشمهایم خود به خود در سال 2013 از بیناییش ماند. چند ساله بودید که چشمهایتان مریض شد؟ انا سال 2013 19 ساله. در دنیا حتی با شمار نفرها چنین بیماری میشوند. همون زیر چشم میگویند یک آینه هست که همون آینه ها خیره شده بودن. همین 2 ویروس آمد و همون آینه ها رو خورد. با امر خداوند و برازگی خدا یک نفر پیدا شد. نفری که اولین روزهایی که من چشمم از بیناییش ماند، اولین روزها با ما توصیه دادن، گفتن محض به نزد همین نفر باید روید. این نفر تجربه دار است و نفری دکتری سویتی میگویند، همون دکتری دوره سویتی است. بعدا ما چخیل گویم هم چخیلی که نرفتیم به نزد همون نفر و به نزد سندوچ، به نزد دیگرها که تمام نمود دارو را با من، سوزن دارو را با من گذراندند و در چشمانم و در زیر چشمان نه کمتر از 200 سوزن دارو در زیر چشمان، در داخل چشمان. چقدر عذاب بود، چقدر من عذاب کشیدم. بعدا نزد همون نفر رفتیم، داخل گشتم و با من نگاه کردند و گفتن چشمی راستت از چپت به زیبتر میبینه. جوش در علکه همین خیلی بود در اصل. با یک دیدن با یک دیدن گفت این چشم بوده که مثال شخصی عادی این چیز رو درک نمیکرد. اگر چشم نباشد این دل و این جگر و این گرده و این چیزها با همون نفری که نمیبیند، با فکرم با خود میگوید حتی در کار نبود.
در اصل دکترها اما نه میگویند این اندیشه همین رو گونه است. از سرتون بیرون کنید، چون که هستند در دنیا آدمانی که چیزی رو نمیبینند اما لبریز زندگی هم هستند. قصد دوست می‌دارند بله بله، دوست داشتن در کار زندگی رو، دلسوزی میکنند. برخی ها سختکارانه دلسوزی میکنند، بله. برخی ها صمیمانه دلسوزی میکنند. همه این دلسوزی ها تا یک اندازه حتی انسان رو میرنجاند. بله بله بله. اما اگر انسان ها در برابر یک انسانی سالم برخورد کنند، این بهتر است. بله. این بهتر است. مثلا من در سیمای شما یک انسانی سالم، مهم، یک انسانی واقعا بالا مقام را میبینم. برای همین شما هیچ وقت زیق نشوید بهروز جان. هر زمانی که دلتان تنگ میشود برای صحبت کردن، زنگ بزنم و همچون هم پسیخولوگ و همچون هم همون حکجان. بله. اسم دکترتون چی است؟ من با اون دکتر تشکر بگویم. بله، دیلارام نورولایف نه اسم اون نفر، من به حد دوستش میدارم. پروستی خیلی وقت شد هم پیش نزدشون نرفتم و هست هم از شرمندم که از حالشون حتی چند وقت از خبردار نیستم، چون از پشتی زندگی و خیلی فرزندانم هم که کلان شده ایستادن دیگر همین گونه از حالشون هم. پس من از نام خودم، از نام تهیه‌گران برنامه ناگفته ها با بانو دلارام دکتری به همتا سپاس میگویم که بهروز جان ما را شما تبابت کردید. در سیمای بهروز جان شما هنر را تبابت کردید. بله. شما به ترانه جان بخشیدید، شما به آهنگ نیرو دادید. بله. کار شما شایسته احسان خانی است. تشکر بر شما. آخرین سوال، میدونید امانت چی است؟ بله. چی است؟ امانت باید بین تو و بین همون نفر و بین خدا باید باشه. بله. اگر خیانت شود جواب میگوید در قیامت. پس این را بدانید که هنر به شما از طرف خدای عزیز و مهربان امانت داده شده است و به این امانت شما خیانت نکنید. بله البته. بمانید که هنر در دل شما زندگی بکند، بمانید که هنر در آسمان هستی شما پرواز بکند، بمانید که هنر برابر با شما نبضش بتپد و نفس بکشد، بمانید که انرژی هنر شما دنیا را فرا بگیرد. زیبا حرف میزنید. بمانید و هیچ وقت هنر را نفس گیر نکنید در باطن خودتان. بله. در دلتان هنر را نکشید. این امانت از هنر باید زندگی بکند. شما باید به 4 طرف برای مصاحبه انجام دادن بروید. شما باید به رادیو بروید، به خانه رادیو. شما باید به برنامه ناگفته ها بیاید هر سال یک بار. بله البته. شما باید به 4 طرف جار بزنید که هنر چیست. برای این من باید در اطرافی و مثل شما باری نفرهای بزرگ باشم که با من یک انرژی برای آهنگ ساختن و برای اینترویو ها و برای کنسرت ها من هستم آدم رو زنده میکنم. من هستم در کنار شما. قبول. بهترین شخص دوستی من بهروز جان شما. سپاس. خدا نگهبانتون. از شما هم نیست. با امیدی برنامه با بختیار جان دلدرکی عزیز. بله. خدا حافظی میکنیم. خدا حافظ. موفق باشید.